سلام، اسمم مهیایه و اصالتم ایرسه به چهارمحال و بختیاری. کاری که انجامیم انرژی خانی با تاروت و درمانگری روحه. اگر بخوام خیلی ساده سیت بگم، در واقع کاری که بزرگون ما انجام میدن در ارتباط خیلی نزدیکی که با طبیعت داشتن و همیشه ما دونیم که روحی سالم داشتن، خیلی شاد و سرزنده بیان، حتی خیلی روابط سالمین تجربه ای کردن به صورت مدرن و امروزی انجامیم. و اما قصدم و این ویدیو چنه؟ یعنی که و تجربیات، چالش ها و مشکلاتی که افرادی که به ما مراجعه ای کردن و مشکلاتشون با هم در میونی نهان و از ما کمکی خواستن با شما به اشتراک بنام. سیچه به خاطر یک شما هم شاید این مشکل و زبون ما بشنوین و یه راهی سی حلش پیدا کنین. پس با ما همراه بین تا سیتون بگم خانمی که امروز زنگم زد و وم خواست که یه فالیسیش بگیرم و هم در مورد ارتباطی که 2 سال هیچ خبری و طرف نبیه. این خانم و ما ایگو ای خان بینم طرفم کی و می برگرده. ما اسم ای خانم اینم مثلا خانم اینمش بگم زنگ موزه و گم این خان بدونم اکبر 2 سال پیش مونه ترک کرده و هیچ خبری وش نیارم کی و ما یرگرده. یعنی و ما نگوی خان بدونم اکبر در چه حالیه، گو کی یرگرده. این سوالی که به ما پرسید ما و درون واقعا سیش ناراحت آبیام. سیچه به خاطر یکی این خانم فرصت، یعنی بگم فرصت یک رابطه درسته و خوش گرفته بید. یعنی خیلی ساده سیتون بگم این خانم در انتظار عشقی بی که وجود نیاشت و 2 سال از عمرشه، 2 سال از بهترین سال زندگیشه پای این انتظار نهایه بید و اسم خوش اینها عاشق، در صورتی که عشق اصلا یونی این خانم سیت یونی بگم با یه مثال یکی تو در انتظار عشقی ناسالم بی یا حتی در رابطه بی که دونی چه اتفاقی داخلش داره یگذره، دونی که این طرف تن نیخوا و تو فقط داری خود گولی زنی اگه نه ما یه روزی طرف تغییر یا وابسته شی کنم یه کاری کنم که بالاخره با مو بمونه و مو سرش تأثیری لوم چه بلایی بر سرت ایاره. یه جورایی فکر کن یه خونه داری که این خونه دوباره دیزاین کنی. یعنی چه؟ یه دست مبل قدیمی داری که داخل این خونه نهایه و خیلی هم دوستش داری، ایگه یادگار مثلا دیمه، ایگه یادگار دیمه، خیلی دوستش دارم و ایخوام یه مبل جدیدی هم بیارم، اما این سالون کوچیکه و جا نیاره. تو نه ایخی اون مبل به دست بی و نه ایخی بگذاری و یا که حداقل دیزاینش نکنی. پس داخل سالونی که جاش خیلی کم ایه بود و 2 دست مبل خیلی داخلش بچینی چه اتفاقی یفته؟ خود احساس آشفتگی کنی، آرامش نیاری، یعنی حالت هرج و مرج به تو دستیه و دائما دنبال انگار آرامشی خواهی بگردی جایی که باید محل امن تو بود. دقیقاً 30 روابط هم همین اتفاقی افته. توی رابطه و قبل داری 2 سال پیش باید یه درسینه بگرفتی، بگو نگرفتی، الان دنبال چنی؟ الان واقعا چه رهاش نیکنی؟ بگو آقا اون مبل خراب آبی ایخوام بنامش بیرون، ده به دردمون نیخوره، ایخوام یه چی جدیدی بیارم، یه مبل جدیدی بیارم که هم به ما آرامش بیه هم دیگران از دیدنش لذت ببرن. نه حالتی که بخوای اون مبل قدیمین نگه داری این مبل جدیدم بیاری کنار هم دیگه یک منظره نقشنگی و همه نشونیه. و روابطی که دونین تاریخ انقضاش گذشته باید بگذارین، باید جان سی ورود اتفاقات تازه باز کنین. اگر این کار نکنین خودتون افسرده یه بین، خودتون فرسوده یه بین، روحتون خسته یه بو و این بار روحی جسمتون هم فرسوده ای کرده. و چیزی که بخوام بگم خیلی هم مقاومتی کرد در برابر فهمیدن این موضوع. به خاطر چه؟ خیلیاتون ممکنه همین الان در رابطه بین که داره و تو آسیبی زنه، او رابطه داره تونه روز به روز از بینی بره او سرزندگیت، او شادابیت و به جای یک به تو احساس آرامش بیه، به جای یک به تو احساس امنیت بیه، یعنی خیالت راحت بود توی رابطه عاطفی هستی که مطمئنی که اگر سرت ورگنهی او شخص تونه رهانی کنه، یا اگر در یک گردان یا دختر یا جقله‌ای قرار گرفت قرار نیست تونه فراموش کنه و تو خیانت کنه. نه در رابطه‌ای که دائما بخوای رصد کنی مگه تو چقدر انرژی داری، مگه تو زندگی نیاری، مگه تو خانواده نیاری، مگه تو دوست نیاری، مگه تو کار نیاری، چقدر ایتری انرژی بنی پای یک شخص تا روحتونه ذره ذره بخره
و در آخر بیای بگی من یاسیمو فال بگیر ببینم کی کرده. نیترم، واقعا نیترم همچین افرادی که خیلی هم مقاومتی کنه فالی بگیرم در جهت ای ارتباط. در عوض ایترم بهتون بگم لایق عشقین، لایق یعنی که یک آدم امنی دوستتون داشته بود، یک آدمی که تو نه به خاطر خودی خواه نه به خاطر بهره جویی و تو. چون خیلی وقتا طرف خوشیدونه داره استفاده ابزاری و شیبو اما لذتی بره. بالاخره در رابطه‌ای هستی که حالا طرف به هر طریقی باش مونده و فکر کنه مثلا یک ارزشی داره، در صورتی که الان عصر آگاهیه و ما خیلی خوبی دونیم عواقب یک رابطه سطحی ایتره چه کاری با یه شخصی انجام بیه. خصوصا سی خانومه لیگو ارزش خودتون بهتر بدونین، سعی کنید در روابطتون یک دید عمیق‌تری داشته باشین، بهترین ته وجود یک شخص با معیارهای درستی حتی بسنجین و وارد ارتباطی بین که حالتون خشب داخلش. و در ادامه خوام یعنی بگم یک معیار درست چه ایتره بود، ما چه اصولی داشته بوم که مثلا بدونم این طرفم در آخر من آزرده نی کنه، قلب من نیش کنه. و ما باید بگم شهودت، چیزی که در قلب تو ایگذره. همه ما یک سنسوری داریم به اسم شهود، یعنی او عذاب وجدانه حسی که ته دل دونی او کار غلطه و انجامش دیه و نونی چه کنی. دقیقا همه ما این احساس داریم که اسم شهوده و تو چه راهی درسته و چه راهی غلطه. متاسفانه ممکنه در طی حالا دوره‌های زندگی به خاطر اون مشکلاتی که از سر گذروندیه و این شهود بی توجهی کرده بی و کم کم صداش خفه کرده بی، اما در داخل قلبت، در داخل وجود تو این شهود حسیش فقط کافیه صداش بشنفی، فقط کافیه صدای ذهنت کم کنی تا صدای شهودت بلندتر وقت برسه. یه بازنگری داشته بود و او رابطه ای که از سر گذروندی بینم آیا ارزشش داشته؟ آیا تو چقدر باید تلاش کنی تا یه شخص به دست بیاری؟ اصلا به دستش آوردی آیا ارزشی هم داره؟ واقعا چه قراره به تو اضافه کنه جدای از اینکه به تو خیلی چیلم کمی کنه؟ داشتم میگفتم بگام مقاومتی کرد به خاطر اینکه هزینه دایه بی داخل رابطش. یعنی چه؟ یعنی او رابطه که خوش چند سال گذشته بی، حالا 2 سالم منتظرش بیه. واقعا خیلی سخته که بپذیره چندین و چند سال و ول داشته سی خوشی گشته بدون اینکه بخواد وارد یه رابطه وابو، بدون اینکه بخواد احساس امنیت و آرامشی داشته بود در رابطه عاطفی که شاید سیش آینده دارم ای بی. اگر وارد ای بی خوشیگاه ما خیلی موقعیت داشتم که از دست دام، یعنی ایگه نیر کرده او شخص رفته دست یکی نه گرفته و شاید حتی وارد یه رابطه خیلی عمیق و ازدواج کرده، بچه داره، سی خوش داره ای گرده و تو نشستی و سنگش داری دو دستی و سینه ای زنی. نهایتاً چه یه بود؟ تو روح توانایی پذیرش یک ارتباط نیاره، بر فرضم که داشته بود به خاطر او خستگی زیادی که به سر گذروندیه او شخص تازه وارده، تازه نفسه، دلشیخا داخل این رابطه حالش خشم بود، اما تو چه؟ ما حوصله نیارم، ما نیترم، ما درکت نیکنم. در واقع روح تو قد خسته که حال نیاره، که نا نیاره. ایخوا با چه ارتباط برقرار کنن؟ ای فهمی؟ یعنی در نهایت تویی که بازیمونی از زندگی کردن، تویی که بازیمونی از لذت بردن از یک رابطه ای که داخلش حالت خشه. ده بگم چه ده بگم در آخر پذیرفت، چون مهیا هر وقت با یکی صحبت کنه تا زمانی که ون قانع کنه که راهش غلطه باش صحبتی کنه و هیچ وقت صحبت کوتاه نکنه، ناامید نیه بو و خلاصه بگم من پذیرفت و قرار سرخوش کار کنه، قرار رها کنه ارتباطات سم میشه و من در ویدیوهایی که در آینده قرار باتون به اشتراک بلم قراره و چه بگم و قوانین و شرایطی که تنه به یه عشق سالمی رسونه و یا حتی عشقی یا رابطه‌ای که در او حسینه تبدیلی کنه به یه رابطه واقعی. خدا و همراهتون.